هفت‌بهار به صبح کامل از خواب بیدار می شود. از برکت صبح خاک هفت‌بهار را آفتاب نور می داد. اگر کارت فقط روز گذرانیدن یا تنها شکم سیر کردن باشد، این آنقدر مشکل نیست. از طرف دیگر زندگی در اینجا رنگین نیست. برای خوشحالانه زیستن تو باید چیزی آفرید. شخصانی که در دنیا برای چی وجود داشتنشان را نمیدانند بیغم و دردند، و قدر عشق و محبت نمیرسند و خطای خرد را خیلی بزرگ با نمود میگیرند. حالا باشد خوجهینشان نفس و شغلشان بدی شده است، وگرنه بخشیدن خود چقدر کاری خوب و با برکت است. در آسمان هفت‌بهار ابرهای سیاه دور میزنند. نفس پیش چشم عقل برادران را گرفته بود که آنها به همدیگر می جنگند و خونریزی می کنند. از این تاریکی و سیاهکاری ها در زمین خونی بیهوده می ریزند. خونی ریخته باشد همه وقت تلخی روی زمین هفت‌بهار می شد. اکه علی رو در نزدیک رمزی پیدا کردیم. او باید کشتا. پدر شما چی کار کردید؟ من جواب دهید پدر. من پدر اکیدوغان در را کشو. اکیدوغان در را کشو. اکیدوغان در را کشو. کی باشد این حیوان؟ اکیدوغان دوشارک در را کشو. اکیدوغان ای سهری بر وقت چی میخواد؟ پدرت رو کشتن. استو علی پدرت رو کشت. خون رزوندید پدر، خون. شما چه حق داشتید که جانی را که به او خدا داده است بگیرید؟ با این کارتان مادرم را برگرداندید. مگر از خاک بیرون کرده توانستید پدر؟ مادرم وفات کرد، من با شما ماندم. اکنون شما هم مرا تنها میگذارید. همه‌اش از برای چی؟ از برای یک انتقام لعنتی. گیرم برادر. لعنتی تو را میکشم تو را. سر دهت مرا میکشم تو را. مادم بایسته بود. از پدرم چی میخواسته؟ چی میخواسته از پدرم؟ دوغان سر دهت مرا. شما را آگاه کرده بودم اگر از سوی پدرم یک تا رفتد شما را میکشم. زنده نمیمانم. سر دهت. پدر یک تا رفتم. پدر خزه بابا یگون حدیثه برایتان تخم بیارم پدر. لبه گپ زن عمر، گوش میکنم. پدرت در کجاست؟ او رو پیدا کردی؟ پدر چی گپ شد؟ پدر بابا چی شد؟ زودتر
اتاق تجلی را آماده کنید. آن طرف از در عهده دکترم. ایسته خانم را بیا در اومدن من است. برادرم میشوم. خدایا رمزی پسرم. تو نگاه نکن جانی اما، نگاه نکن. علی تو چیکار کردی علی؟ آخه تو چیکار کردی علی؟ خدایا با این اویل چی شد؟ برادر گفتیم با سینه‌مون زیر کردیم، آخه چی اینقدر عذابمون میدی خدا؟ زیر نشو جان، پدرت رو از دست دادی، لیکن ما عمک‌هایت هستیم کو، تو را تنها نمیگذاریم. علی برای این کارش جزایش را میبیند. حالا میبیند. برای انتظار شو باشید. بیایید اکا. همدردی مرا قبول کن. بیا دوغم، خیز پسر، خیز، در اینجا بسیار نشین. خیز رفت. بیا پسر، بیا رفت. عمر، از حادثه خبردار شده خیلی زیق شدم. خوب هستی؟ خوب هستم سرما، خوبم. چی خبر آقای کمیسر؟ پدرتون کمی عصبی شده است. دکتران تا پگاه اینجا نگاه می‌دارن. پگاه برای بیانات گرفتن به شعبه میبریم. همدردی مرا قبول کنید. عمر، اگر خواهی همراهت نیستم. لازم نیست. تشکر. حسین، اینقدر بد خشم نشو. حمزه تو هم آرام شو. بیایید یک مصلحت کنیم. من چی گفتنم را میدانم اپا. عمر پسرم. اما جان خوب شد که اومدید. یک طرفیست اولاد را شرمنده کردید. این را از شما انتظار نبودیم. اکا شما چیوا میگویید؟ مگر این دروغ است؟ همه را شرمنده کردید. کجاست علی؟ کجاست اون قاتل؟ اون برادر کش با او سوال و جواب. صبر کنید آقا، آروم شوید. با گپ زدن من است. او دستگیر شده میباشد. با جای دستگیر کردن به دار کشید. نیست شود. با سرمون بلا آورد. بس کنید. بس. شما کلانتر هستید. کلان. در این روزی همه را شور ناندازید. عمر پدرت چی است؟ آقای علی در زیر نظارت میباشند. حالشان بد نیست، لیکن تا گرفتن بیانات واخوردن من است. برای همین در اینجا بیهوده انتظار نشوید. بار دیگر همدردی مرا قبول کنید. عمر، چی کار میکنی؟ دوغن پسرکم دست کن. بیا اینجا. بیا شین. یک دو قلب نوش پسرکم. نمیخوام. خدای این بیچاره چی گناه کرد که او رو یتیم کردی؟ اوه علی اول رمزی رو حبس کردن خواستی.
دیدی که نشد او را کشتی، دستت را به خون برادرت آلوده کردی. علی در آخر کارت را کردی. بیهوده نگفتند که ضربه سم اسب آرام سخت است. اکنون تمام دغدغه‌اش به سر ماست. از یک طرف عمر میگویم و از طرف دیگر داغم. از پشتی پدران کودکان در عذاب. اما شما روید، من به یک جا باید روم. مایلش پسرم، احتیاط کن. خدا حافظ اما. سرمه دخترم، من به نزد داغم میروم، اما عمر را هم به این حالش مانده نمیتوانم. تو ناعیان از پسی عمر رفته میتوانی؟ مایلش. مادر جان، لبای دخترم، اکای داغن امشب در اینجا میمونن؟ تنهایی امشب. تو به پایان رو. مرحمت. چیکار میکنیم اکا؟ همین خیل میشینیم. هر وقتی که به یادم میآید از غضب بدنم به لرزه میآید. میترسم که یگان بهانه یافته میبراید رود، جزایش را خودمون ندیم نمیشود. علی هم برادرت از خون خودت. چکر برادر سیدقا، علی چیری که خونمان است. راست دست بدگی سوشیم. مرده داریم، مرده. هر انسان یک عالم است، هر مرد قیامت عالم است. از آن که اینجا به فایده نشسته اید یا نشسته مثل آدم دعا خوانید، یا خسته مثل آدم از پسی تیاری جنازه شوید. برادرم مرده است، درد داریم، مگر حاضر وقتی چنین فکر کردن است. به من درد نگو هاشم، من پدر هستم، پدر. یک پسرم مرد و یک کلینم وفات کرد، یک پسر دیگرم در حبس خانه. این درد از مرگ بدتر نیست مگر؟ خیلی همه جمع شویم، جنازه داریم، آماده شدن لازم. حمزه، هاشم، شما از پس جنازه شوید. خوب شده است پدر. همش از برای من، همه اون چیزی که به سر شما آمده است. گناهکاری اساسی من هستم. از پس عشق دویدم. بهتر میبود به اون جایی میرفتم که من لازم بودم. با یک نگاهی چشم مفتون شدم. برای سرمه شده هم شما و هم پدرم را به آتش پرتافتم. همینطور نیست. شما را از دست دادم. هر قدمی به سوی عشق گذاشتم و ما فلاکت آورد. من چنین عشق نمیخواهم مادر. کاش که بد را پس گردانیده میشد. کاش که شما را برگردانیده میتوانستم. کاش که نه سرمه میشد و نه عشق او و ما با این حال نمیرسیدیم. سیده، گپای عمر رو شنیده راستش خیلی رنجیدم. آخر من هم این طور شدنش رو نمیخواستم. در این بین نفرانی هستن که در حقیقت گناهگار هستن، میفهمی؟ لیکن چرا عمر به همه این عشق رو گناهگار میکند نمیفهمم سیده. این سخت‌ترین روزهای اکای عمر است. اول مادرش را از دست داد، اکنون از پدرش هم جدا میشد.
او رو فهمیدن در کور. من میفهمم سعیده، اما چرا عمر به همه این عشق رو گناهگار میکند؟ انا اینش رو نفهمیده ایستادم سعیده. چرا در اینجا خودتون رو محکم کردن نشسته؟ زود تیار شوید، به خونه عمک هاشم میرویم. چرا نشسته؟ ها، چی شک شده موندی؟ خیز آخر. سلام آقای ادوکت، خوب هستید؟ خوبم، گوش میکنم. از شما یک خواهشی خردک دارم. راستی چیزی خواستم به شما، شاید کودکانه نماید، یعنی یک چیزی آسان. میدانید که علی را حتما حبس میکنند. مال ثروت او را نگاه کردن به من، یعنی به برادرش میماند. همینطور نمیگرد. خیلی که من فهمیدم شما مال و میراثی که پدرتان تقسیم کرده است از نو کردنی هستید. یک با قلم بازی میکنید و خلاص. نمیشود آقای هاشم، برادرهای دیگرتان برزیدن میبرایند. از جانب همزبد آقان یکم دیگرگونی نمیشود. آنها زید نمیبرایند. راحت باشید. عمر را هم فکر نکنید، او برای صدا برآوردن حال ندارد. آقای ادوکت، از این کار شما هم بیفایده نمیمانید. خب لیکن این کار آسان نیست. هر کار آسانی دارد. علی حاضر درد دارد، در عذاب است. احتیاج به ادوکت دارد. شما ادوکت آیله امان هستید که؟ فهمیدم. وقتی که وکالت میگیرم وکالت کلام میگیرم. با این عقلتان 1000 سال عمر میبینید، بعد به ما میفروشید. البته حقتان را فراموش نمی کنیم. دیدید همه کار آسانی دارد. گناهکار اساسی این واقعه ها من میپوشم. اگر به سرمه خاندار میشوم گفته آنها را مجبور نمیکردم، شاید پدرم به همه کم جنجال نمیکردند و مادرم زنده میموند. اینطور نگو عمر. من باوری ندارم که امکم حتی دستشون رو به خون آلوده کرده باشند. انیق در این حادثه نفری دیگری نیز هست. باز چی شده میتواند یعقوب؟ همه‌اش معلوم نیست. پدرم شبی دراز امکم را کفتند. وقتی که یافتند شاید پشیمان هم شده باشند، لیکن پدرم به جان خدا داده دست برداشته دستانش را به خون برادرشون آلوده کردند. چی چشمان من هم دروغ میگویند؟ مثل همه من هم دیدم. چی دیدی عمر؟ چی دیدی؟ علی قاتل بوده نمیتواند. از همه خوبتر این را باید تو دونی. با اجازت. جنازه فردا پس از تشخیص طبی به خاک میسپرن. فکرت کن. دو جنازه روی هم. خدا از این بدترش رو نشون ندهد دخترم. دوغن پسرم، جای خوبت تیار. اگر خوی رفته خوب. نه خواب ندارم ینگه. این بیچاره را چطور خوابش میبرد؟ مثل بعضی پدرش را به جنایت تله نداده است که راحت خوابش برد. اما اگر شما عمر رو در نظر دارید پس خطا میکنید. او برعکس همه را آروم میکرد. از روزی به محله آمدنش این بدبختی ها سر شدند. در باغ و گلستان زندگی میکنیم گفتیم، آمده همه را خزان کرد. نباشد علی همین طور عوض میشد. اکن عمر دیروز به خونه شما آمده بود، با هیجان آمده رمزی را نپرسید میکرد. آمده بود دیدید؟ اما خیلی هیجان زده می نمود. این گناهگار بودن عمر رو اثبات نمیکند. نمیفهمم چرا شما گناهگار رو میکوبید. کافی سرمه. اکنون فهمیدی شخصی که با تو سالها همراه بود چگونه بوده است. بعد از رفتن مادرم یگانه کسی که داشتم پدرم بود. برای تو معنی نداشته باشد، برای من دارد. مرا ببخش دوغن. مقصدم تو رو پس دادن نبود.
من طرفداری کسی نیستم، لیکن تو اثبات کردنی گناه کسی رو گناهکار نمی‌حسابم. چه آرزوهایی که نداشتم سرمه. فکر میکردم که در آینده روزهای خوب رو میبینیم. آمدن تو رو با 4 چشم انتظار بودم. حتی پدرم اولین بار در حیاتم وعده داد که مرا دستگیری میکنه، اما وعده دادش را اجرا کردن نتوانست. دوغن همش میگذرد. آدم میبینی همش میگذرد، همش خوب میشود. زیق نشو. سرمه راست میگویی، همش خوب میشود، همش مثل آرزوهای کردن میشود. انشالله. انشالله خاندار شده با آرزوهایت میرسی. چه قدره که خون ریزت ریختن گیرد، چند نفره که مراد مردن گیرد، تو او را از دلت کندن نمیتوانی. همین داره. برای از دل تو کندنی او فقط یک راه است سرمه. سرمه، برای تو عشقم معنی نداشته است. هیچ کس جای شما رو نمیگیرد مادر. هیچ کس. چرا این طور کردید پدر؟ برای یک عشق بی‌وفا شده چرا دستتان رو به خون آوردید؟ Zamansız ayrılığın, söyle bu kaçıncı hüzün. Şimdi sızlar yüreğim, ah yine de söyleyemem. Sensizim yanıyor yüreğim bugün. Ayrılık yine görmedim. دیگر طاقت نکرد. این صدا را دیگر هیچگاه شنیدن نمیخواست.
خوب نرفتی اپا؟ درو سیده. ببین خواهرکم از کجا تا کجا رسیدیم، چه آرزوهایی داشتیم و چی رو دیده ایستاده ایم. شاید عمر مرا کیها از دلش کنده پرتفته است. اکنون با تنها مثل برادر مناسبت کنم بهتر است. این خیل نگوی اپا جان، این روزها میگذرند. حالا ما در تویتون رقص میکنیم. تو با لباسهای عروسیت مثل کوهی سفید زیبا میشوی. حکای عمر باشد در برت میایستد مثل شاهزاده. این روزها میگذرند. خیر جانکم، رفته خوب کن، نباشد مادرم میفهمد. مایلش، خوبی خوش. به تو هم خوبی خوش. بیاد واقعا لازم. همدردی مرا قبول کن داغان. تو با کدام عقل اینجا آمدی لعنتی؟ باز آمدی به من نگاه میکنی؟ تنها برای همدردی. تو حقی همدردی نداری، وگرنه به خدا تو را در اینجا جا میکنم. نامی پدرم را نگیر، فهمیدی؟ داغان ناحقی نکن. دفشو گفتم. اگر با دستم وقتی میده کرده میکشم تو را. دفشو گفتم. دفشو از اینجا. من او را میکشم. فهمیدی من او را میکشم. داغان از قهر و غضب چکار کردنشون نمیداند. تو را با جگان حادثه روی ندهد. سلامت نمیگذارم که روحت ناآرام گردد پدر. به خدا قسم میخورم. همدردیم رو قبول کنید. سلامت باشید. قاتل تو کسی که نباشد جزایش را میگیرد. پسرم تو ایستو، صبر کن پسرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قبر بوده ما را میشنود، یک چیز گفتن میخواهد لیکن نمیتواند، زبانش میچسبد. حاضر به او کمک کردن لازم. مرگ حق، سوال جواب حق است. حاضر از تو میپرسم که خدایت کیست؟ بگو که الله. اگر از تو پرسم که امتی کدام پیغمبری؟ بگو که حضرت محمد مصطفی. کتابت چی پرسند؟ بگو که قرآن کریم و رحیم. اینها را اگر بگویی سوال و جواب آسان می شود، وگرنه وای بر حالت.
در آنجا هیچ چیز پنهان نیست. سیر به تو عیان می شود و دیگران عیان نمی شود. وقتی که سیر به تو آشکار شد با شفاعت خدای تعالی، از زبانت این سیر دیر نکرده برایت میگویی. اپا نگاه کن، اکای عمر در اونجا، به نظرش نمیروی؟ گوش میکنم. اپا در این روزای سخت باید او رو دستگیری کنی. اگر تو همین خیل کنی. راست میگویی. خوب نباشد تو را. میفهمم. خوب آقای کمیسر. خوب. حاضر میآیم. چی شد عمر؟ به کجا میروی؟ یگون چیزی مهم شده است؟ مهم نیست سرما. هر روز به رخ دادن ناخوشی نو عادت کردم. به شعبه پلیس باید روم. من هم میروم عمر. میخواهم در برات باشم. ببخش مرا، خیلی غمگینم. اگر با من رفتن خواهی، مرحمت، برای خبر گرفتن عمکت حق داری. با خدا وجدان هم ندارم. بیچاره بی مادر کلان شدم. اکنون رو بی پدر موندم. من رفته شربت ها رو بیارم. مرحمت. ایستا من به تو کنم. خدا رحمتش کند. اصلا بی وجدان خودش. از پشت آدم گپ زدنش رو بینیده. راست میگویی که گناهکار بودنش را ندانسته تهمت کردن درست نیست. هم راستش رو گویم صدیقه، باوری ندارم که این کار را علی کرده باشد. من هم همین طور فکر میکنم پیروبی. اما یک به حال من نگاه کنید، گویا به جنازه نیو به توی آمده باشد. زبانش از کفش پایش هم درازتره. وای آدم میشود برادرش رو میکشت. وای قاتلی برادرش است، همسایه. چی کار کردی؟ کرتایی نمم رو افلاس کردی کو؟ هوشت در جایش یا نه؟ آقای عمر، دیروز پدرتان در بیمارخانه بود، بیانات گرفته نتوانستیم. امروز از همه یک به یک بیانات گرفته می شود. شما را هم برای همین دعوت کردیم. آقای کمیسر، اجازه دید عمر با پدرش واخورد؟ من با او گپ میگفتگی ندارم. عمر پدرت می شود. هیچ نباشد حق یک واخوری دارد. آقای کمیسر اجازه دهید یک واخوری کوتاه. مالش. مرحبا آقای عمر، من امر میدهم. پسرم در کجا بودی؟ چشمم به راحت چار بود. میدونید چی؟ مادرم را از دست دادم. شما بعد از مادرم برای من همه چیز بودید. اکنون هیچ چیزم نمانده است. همه این به خاطر چی؟ چرا این کار رو کردید پدر؟ پسرم، من رمزی را نکشتم. من قاتل برادر خود نیستم. باور کن پسرم. چرا این کار میکنید پدر؟ آخر همه‌اش معلوم. همون شب شما سلاح را از خانه گرفته برآمدید. بعد هیچ چیز مثل دیدتان نیست پسرم. بله، همون شب سلاح را گرفتم. غم مادر درونم را می سوزاند. چیکار کردنم را نمی دانستم. سلاح را به زیر کمر گرفته به کوچه برآمدم. به مرگ مادرت گناهکار رمزی که بود خیلی آتشین بودم. میخواستم که جزایش را بیند، اما او را من نکشتم. عمر، برعکس
او را نکشم گفته سلاح را در لب کور گوراندم. من قاتل نیستم عمر. از غم چیکار کردن او را نمیدانستم. شیطان غالب نهایت گفته سلاح را رفته گور کردم. به من باور کن پسرم. سحر شده بود. وقتی که به خانه برمیگشتم در جای کار ماشین رمزی را دیدم. دروازه گشاده بود. به درون در آمدم. دیدم که جسد رمزی در زمین خوابیده است. حیران شدم. زنده است گفته به نزدش رفته دیدم که از پشتش تیر خورده مرده است. در نزد رمزی سلاح را دیدم. حیران شده سلاح را به دستم گرفتم. باقی ماندهش معلوم است. عمر میدانم اگر پلیس سلاح را یابد خوب نیست، لیکن اگر تو یابی هیچ نباشد. تو به من باور میکنی. گوش کن پسرم. بله بیکور رفت. در زیری درختی خوش شده گوراندم. وقتتون تمام. کمیسر شما رو منتظر است. خوش میکنم. به ساحل کور رو عمر. میبینی که دروغ نگفتم. آقای عمر، حالا ما بیانات نگرفته ایم و بعضی دلیل ها هم اثبات نشدند، لیکن تا حل شدن وضعیت پدرتان را گناهکار می‌حسابیم. چیزی که میدونید برای ما خیلی مهم است. یگانه چیزی که من میدونم پدرم را در جای کارش در همان وضعیت پیدا کردم. در دست ما کم رنگ است. برای چی؟ برای چی نمیدونیم. در وقت جنجال ممکن در یک اونجا رسیده است. باز یک دو دلیل دیگر است، لیکن مهم نمیتواند. از کیسه آقای رمزی یک گل پیدا کردیم. گلی ترمیمی. به خطای دستش اهمیت دهیم. معلوم است که نو کنده است. باز در پشت کندلچش یک گلی قاق شده پیدا کردیم. اما چه که گفتم از کجا بودنی همه این معلوم نیست. اگر داغ شربت نرود چی؟ ای صدیقه، همه لباس هم را رسوا کردی. دخترم ایستو، این را گرفته برده بعد سبد لباس های چرکین پرتو. زودتر ایستو، اپات کنی. دعاکای عمر رفت. دیدی حمزه؟ دخترت از راه بر آمده است. چرا هیچ چیز نمیگویی؟ به او یگان چیز گوی آخر. از پشت عمر میدود. عمر؟ و سرما فهمم که با عمر با خوردنش را من دیگر نبینم. گپی پدرت شنیدی؟ چی شک شده موندی؟ دایده رفته سرما را بیار. زود باش. قهوه بیارم. از انتقام غم آدم کم نمی شود پسرم، بلکه برعکس زیاد می شود. در این روز وزنین عمر را پیش کردنت خوب نشد داغن. معلوم است که در آتش غضب می سوزی، اما اگر آرام نشوی عذابت زیادتر می شود. راست میگوید بابا، از حد گذرانیدم. آخر وقتی که عمر آمد پدرم را به خاک می سپاریدیم. پسرم فرض کردیم که عمک علیت گناهکار، لیکن گناه عمر چیست؟ همین خیلی شده اما خیلی در غضب بودم. از خوردی هم مهری مادری را ندیدم. پدرم باشد خوب بود، بد بود، پدر بود. البته خوبیش را ندیدم.
لیکن پدر بود. به من اجازت. از پدر داشتنم چی فایده بود؟ خدای اکنون من خودم تنها چی کار میکنم؟ چرا مرا ترک کردی؟ پدرم بودی آخه چه خیلی که نبود. پدرم بودی، پدرم. آخه خیر از تو هیچ کس نداشتم. باز تو هم مرا پرتافته رفتی. از تنها ماندن میترسم. از تنها ماندن میترسم. با این دلیل ها بیگناهی امکم را اثبات کرده می شود. عمر شاید نتیجه خوب می دهد. گفته های کمیسر را شنیدی؟ نتیجه خوب را انتظار شدن غیر امکان است. با بیگناه بودن پدرت باوری نداری؟ برای باور کردن دلیل لازم، لیکن دلیل نداریم. یک کار هست که باید انجام دهم. بعد شاید که به پدرم باوری حاصل کنم. باور کردن یگانه چیزی است که مرا خرسند می کند. عمر التماس ماشین را نگاه دار. داغن از غم چیکار کردنش را نمیداند. سرما در دنیا داغن یگانه آدمی نیست که غم داشته باشد. مادرم وفات کرد، پدرم باشد در این حال در محبس، لیکن به همه این نگاه نکرده. اگر به داغن چطور کمک کردنم را میدانستم میکردم. اگر غم مرگ را دانی پس در چه حال بودن داغن را باید بفهمی عمر. داغن 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 خوب هستی؟ البته خوبم. چه خیلی که میبینی هوای تازه میگیرم. تو رو فکر میکردم داغن. وای تشکر سرما، لازم نبود. تو سیر و سیاحت را دوام دادن. من به خانه برمیگردم. اگر خواهی میبرم، اگر نه پیاده میره. چرا ما رو با اینجا فرستادید مادر؟ نیست. نیست کنی پینام کسی میوید. با فکرم این سلاح از آن او خوشید که چکره رو نقض نخم کرده. برای گفتن سلاح آمده است. اگر فهمد که ما یافته خوب نمیشود. رفتیم قورباغه میپرونیم.
همه‌اش یک طرف پدر، لیکن پسرم مرا قاتل گمان میکند. انا همین به من سخت میرسد. چرا گم نمیزنید پدر؟ نخود شما هم فکر میکنید که رمزی را من کشتم؟ بگناه هستی پسرم. رمزی را تو نپرانده ای. تو قاتل شده نمیتوانی. خدا شاهد است که رمزی را من نکشتم. پارون تو پرونده نمیتونی به من ده؟ نمیگویم ده! نه اول من نپرونم. نه تو هیچ کار کرده نمیتونی. سرده من میگم. نتونم پرونده. سرده. نه به من پرونده نمیتونی. سرده. انا لیده چی کار کردی؟ به من بدادی نمشو. انا اکنون چه خور باقا میکنم؟ من از کجا میدونم؟ همه شای به تو شو. مانده نباشید دوستان. سلامت باشید. به زخم نمک پاشید درد میکند مگر؟ نفری سوال میکند که خودش جوابش را نمیداند. دانستن یا در زندگی دیدن؟ تو چه ها میگویی قربان؟ آخر نمک است. نمک زخمها را میسوزاند. برای همین زخمت رو خوب ببند. آه قربان، زخم من در دلم است. چخیل با آن نمک پاشم؟ چرا نه؟ زخم درونی رو نمک پاشیده نمیشود. صبر کن قربان، اینجا بشین. تو همه گپ رو به من بگو. گپ زن. مادامی که این خیلی میگویی همه گپ رو گفتن لازم نیست. میلش، لیکن به هر زخم ملهم لازم. تو دوستم نیستی مگر؟ دوست هستم همین خیلی. تو هم زخمت رو نشان دادن نگیر به هر دکتر. اما تو طبیب دوست هستی. گوش کن دوستم، هر دارو به هر زخم ملهم نیست. تو ملهمی دستت را به زخمم گذار. نخیل باشد میگویم دیدن آفت است. در دنیا همه چیز امتحان است. امتحان. ملهمی تو همین است. من ملهمم رو دادم. تو قطعی ملهم رو شب در تاریکی باز کن. بعد با کسی نشان نده. درونی ملهم رو پر از آبی چشم کن. یعنی من؟ بله. زخم تو چقور است. نمک پاش میسوزاند. تو به زخمت اشک چشم چکن. اون نمیسوزاند بلکه نمک زخم رو میگیرد. از کجا دانم؟ میراث را پدرم تقسیم کرده است. او باید قرار برآورد. نمیفهمم اکا. علی اکنون حرف شده است. مال و میراثش با عمر میماند. وی هم برای پدرش رفته همش را تقسیم میکند. آخر این مال و ثروت عدلیگی هست. همه این را دیده چه خیلی چشم میپوشیم. نه چشم نمیپوشیم. آنچه که لازم است میکنیم. سگ را باید دارو تیارت. السلام علیکم. و علیکم السلام. با پدرم گپ زدم. سلاح جنایت اولادمان را شرمنده کردید. غمی بسیار دادید به ما. باز تو شرم نکرده به نزدم آمده پدر میگویی دفع شو از قهوه خانه ای من. دیگر تو را در اینجا نبینم. امک جان این طور نگویید. خاموش. از دخترم هم دور شو. یک بار دیگر تو را با او بینم پایت را میشکنم. دفع شو. دیگر تو را در اینجا نبینم. بیا عمر جان، بیا پسرم، بیا. امک حمزه چی ها میگویند؟ من چیکار کردم؟ با او آسان است. برادرش را از دست داد. میدانی که دل اکای حمزه از همه ما دیدن نازکتر است. تو گفته‌اش را به دل نگیر. آخر همه ما غم داریم امک. چرا این طور میگویند؟ او چی گفتنش را نمیداند. تو به دل نگیر. کمتر وقت گذرد میبینی که باز با تو مهربان میشود. مثل که هیچ چیز نشده باشد. بسیار زخ نشو. خب باب کردم. دوباره قدمش رو به اینجا نمیگذارد.
بابا مرا از اولادم جدا کردنی‌اند. اما که حمزه با من مثل که با دشمنش گپ میزده باشد. باز حمزه به چیزی ندیدهش باور کرده است. اگر او به یک قراری آید عوض کردنش خیلی مشکل است. آه پدر، هم خودت رو و هم مرا به یک حال گرفتار کردی که تا حالا فکر میکنی که پدرت گناهکار است؟ هوشم پریشان است بابا. نمیدونم چی کار کنم، چی فکر کنم. بابا شما چی فکر دارید؟ همه دلیل ها بر ضد بیگناهی علی باشند هم من از چشمانش حس میکنم که او بیگناه. من به بیگناهی او باوری دارم. تا حل شدن این کار باید به زخممان نمک پاشیم. این غمی مرگ اینقدر وزنین بوده است. داغن خوابم نمیبرد. رمزی را فراموش کرده نمیتوانم. کاش که غم را نمیدونستم. داغن خوابم نمیبرد. فراموش کرده نمیتوانم. وزنین بوده است. وزنین. آدم همین خیل داغن. اگر یکی از نزدیکانش گذرد فراموش کرده نمیتوانسته است. تو هم حتما قاتلان پدرت را فراموش نکن. داغن این دعوای خوش نکن. علی در حبس باشد هم عمر در آزادی گشته است. گپ زنی به بالای سرت میبراید. فراموش نکن. میلش میدانم که پدرت را دوست نمیداشته یکی سرمه را هم دوست نمیداری. آنهایی که پدرت را از تو جدا کردن میخوان سرمه را هم گیرند. به کسی اجازت نمیدیم که سرمه را از من گیرند. چی شد؟ چرا داغن دکانش رو اینقدر زود بسته رفته؟ استا صبر کن صدیقه. تو با فکرم باز چی کاره کردنی؟ اینقدر به داغن چی ها گفتی؟ آخر به تو چی؟ از بود هوا گپ زدیم کمتر تسلی داده. تسلی میداده. بعدی تسلی دادنت از اینجا آتش بریم بر اومده رفته؟ به من نگاه کن هاشیم. به من نگاه کن. بکی میگویم به من نگاه کن. حمزه سرما اومد. بابای گپ زن. چرا؟ چرا؟ مرا گوش نمی کند. تو گپ زن. یک سیاست کردمون مثل بلبلی تو خورده شود. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. سرمه گذشته شین من به تو گپ دارم. من رفته لباس رو از ماشین جامشویی گیرم. باز بوی نکنه. گوش میکنم پدر. از همین روز سر کرده تو را با عمر نبینم. با او دیگر گپ نمیزنی. چرا پدر؟ عائله ما با قاتلان دیگر سر و کار ندارد. عمر قاتل نیست پدر. اما که علی هم. سرمه در پیش من علی و عمر را هرگز طرفگیری نکن. فهمیدی سرمه؟ علی خونی برادرمان را ریزم. این بد نه علی برادرم است و نه پسرش جیانم. دیگر تکرار نمی کنم. عمر را ابدا فراموش کن. من گفتم. هاشیم با من نگاه کن. با کجا درو کشو. هاشیم تا چی گفتنت رو نفهمم از نزد دور نمیشم. یا خدایا تو بلا هستی بلا. به حاجت خانه هم رفتن نمیمانی. از بیلوجی به حاجت خانه در اومده روز شدی خدایا 30 سال باز آدمی در برم بوده رو من نمیدونستم. از من خلاص نمیشوی. برو با تو میگویم برو. نباشد در رو میشکنم. در رو کشو هاشیم.
چی اینقدر صدیقه جان به طاقت هستی ها؟ بعد از 40 سال یک خیر کنم گفتم. خیر گفتی؟ همین تو؟ ده پگاه برای خدارامتی رمزی نیت داریم که به فقیران خوراک پخته تقسیم کنیم. با داغ ننمی رو مصلحت میکردیم، به او خیر کردنمون لازم گفتم، ولی هم قبول کرد. برای تغییر دیدن دکان را بست و رفت. چی اجازت نمیدی که با آدمان گپای خوب زنم؟ تو خیر میکنیم گفتی همین تا؟ این خیلی نگوی صدیقه، نمیدانستی که چقدر رمزی رو دوست میدارم. آخرین قرضم رو در نزدش اجرا کنم گفتم. راست میگویی، برادرت است. فکری خوب کردی، به خدا خیلی خرسند شدم. اکنون تو هم از سمبوسه های مشهور یک دو طبق پزی خوب میشود. اشکمی بیچاره و بینوایی را سیر میکنی. البته میپزم هاشیم جو، البته میپزم. سلام علیکم. حمزه پسرم، من به خانه تو رفتنی بودم. چی گپ شد پدر؟ گوش کن پسرم، چرا با عمر گپای سخت زدی؟ او چی گناه دارد که تو او را رنجاندی؟ چیکار باید میکردم؟ چه قاتلانی برادرم را تاج سر کنم؟ تو از کجا میدانی پسرم؟ قاتل بودنی علی هنوز اثبات نشده است. کی به تو این گپا را یاد میدهد؟ به من گوی. من همش را دیده ایستادم پدر. احتیاج به کسی ندارم که به من گپ یاد دهد. چی میزنه؟ پدر به شما باور کردن میخواهم. قاتل نبودنتون را باور کردن میخواهم. سلاحی که در دستی پدرم بود و چگونه سلاح بود؟ گویا دیگر بود. مرحبا آقای عمر. نتیجه تشخیص را گرفتیم. خیلی که تخمین کردیم تیری که از جسد برآوردن با سلاحی که روز جنایت در دست پدرتون بود تعلق دارد. کدام نمودی سلاح بود؟ یعنی چگونه سلاح؟ از این. لیکن آقای کمیسر سلاح پدرم این نبود، تپانچه بود. خب در کجا سازی وای سلاح؟ افسوس که نمیدانم. با یافتن آن سلاح هیچ چیزی وضع نمی شود. معلوم کردن که جنایت را با همین گونه سلاح صادر کردن و در دست پدرتان هم همین گونه سلاح بود. باز در بیاناتی که ما از دیگر برادرانشان گرفتیم علی رمزی را پیش از این تهدید. اگر اجازت باشد پدرم را بینم. مایلش بار آخر می توانید بینید. خوش آمدی پسرم. پدر مرا ببخش. شبهه داشتم که گناهکار هستی. اکنون به تو باوری دارم. دلیل‌ها بر ضد تو باشند هم من باوری دارم که پدرم تو بیگناهی. اکنون من در برات میشوم. این کار را کی و برای چی کرده است من مییابم.
پسرم، پسر جانم، مرا خرسند کردی. اگر مرا آزاد هم میکردن اینقدر خرسند نمیشدم. به من باور کردی، همینش بس. پسرم، خوب شد که انتقام گریچان را فراموش کردی. نباشد بفاید سرت را با درد آواره میکردی. چه خیلی که نباشد عمر از عائله خودمان غم داریم. باز دیگران را به غمی نو آواره کردن چه لازم؟ زنده باش داغن. این گپ‌هایت را شنیدم، به خدا خرسند شدم. آخر من هم دل دارم فکرت. سرمه را من همین دل دوست می‌دارم. عمر را یافته بخشش پرسم خوب می‌شود. شما را داده؟ کمی صبر کن، شما را شازی نمیدونم. الو عمر، من داغم. سلام داغم. عمر، میدونی که من هم عزا دارم. عمر ببخش، به تو ناحقی کردم، گناه را انجاندم. اگر خواهی وام میخوریم. تو حاضر هر کاری که کردم فکر نکردم. من و تو یک دیگر رو نفهمیدیم. یک بار هم آرام صحبت نکردیم. من خدمی اول رو من گذاشتم. البته داغم، من هم این را میخواهم. هر وقتی که خواهی وام میخوریم. شب در خانه بابایم میشود. ساعت 8 وام میخوریم میشود؟ فهمیدم. ساعت 8 در آنجا. شب ساعت 8 در محله باز یک نفر دیگر کم می شود. چی خیل؟ خونی به زمین ریخته پدرم را خونی عمر می شوید. اما آخر گفتی که فکر کرده که به گپ‌های بیفایده بابایم گوش کرده از انتقام دست می کشم. اکنون نوبت ریختن خونی آنها علی نشود، عمر. این کار را نکن داغم. خوب فکر کن. از پراندنی عمر چی میگیری؟ سرما. همینطور؟ یعنی تو این کار رو برای دعوای خونه و برای به دست آوردن سرما میکنی؟ در این زندگی یک روزی بی سرما زیستن و 1000 سالی بی عمر در حبس بودن برابر است. سمبوسه خوشبوی. فکر خوب کردم. صدیقه را فریب کردم. تو چی کار میکنی؟ کنی مانی نورو نو سر کردم. انشالله در گلیا در میموند. شرم نمیداری ریسک فقیران را میخوری؟ چی میخندی؟ برای ساده بودن میخندم. پگاه خیر پیر نمیکنیم. تو برای شکمی من اینا رو پختی. سلامت باشی. سلامت باشی. تو حیو نداری هوشی. از سین و سالت شرم داره. با سین و سالم چی کار داری؟ روحی من جوان است. دوغان زنگ زد و غضب آمدم. اما وقتی که بخشش پرسید حیران شدم. و فکرم اون نیز فهمید که این خیل با هم جنگ کردن یگان نتیجه نمیده. البته همین خیل. راستی دوغان رو میفهمم. از برای سرما مناسبتشون ویران شد. خوب شد که به خوبی همش حل شد. روزهای آخر با او خوش معامله نبودم. آخر بدبختی بالای بدبختی شد. او را بیهوده رنجاندم. یعنی وقتی یک دسته گل گرفتن اومده
боз дер намонам. ба шумо иштиёи хуб. ба куҷо писарам? хӯрок тайёр. алия ҳам меояд. ягон вақти дигар иншоалло амаҷон. ҳозир каме корам аст. майлаш писарам, чиқаре ки дилат мехоҳад. саломат бошед бобоҷон, то боздид. биёед кани. чӣ шуд умар? меравӣ? хуш омадед. хуш бош. хуш бош. бале рафтанам лозим. ака умар наравед намешавад? наравед. рафтанам лозим бачаҳо. амаки доғанатон маро интизор аст. илтимос ака умар, баъд акай доғанро мебинед, камтар бозӣ кунем. бозӣ мекунем ака умар. бачаҳо бас кунед, ай бас. не умар, бачаҳо рост мегӯянд. туро бисёр ёд карданд. хеле вақти якдигарро надидем. хоҳиши бачаҳоро рад накун. доғанро бошад паго мебинӣ. духтарам, ту ҳам гап зад. илтимос наравед. умар, бачаҳоро зид накун. илтимос ака умар. шукр кун ки то имрӯз туро накуштам. захми хунпола то бӯят мис нашавад чашмамро намепӯшам. бачаҳо охир рафтанам лозим. чунки ба акаи доғанатон ваъда додам. ӯ интизор аст. то боздид. то бозӣ. умар. лабай. вай. не ҳеҷ чиз не. то боздид. хуб, то боздид. фикрат чӣ шуд? ягон воқеа? بخشیدن اخلاق خداست. کسانی که بخشیده میتوانند بنده دوست داشته خدایند. انسان برای بخشیدن باید اول خاکسار مثل زمین باشد، چون که زمین چقدر افلاسی های را که گرفته است هضم کرده به چیزی فایده ناک مبدل میگرداند. کسانی را که بخشیدی میکوشند که دیگر خطا نکنند. عمر با این نیت به راه برآمده بود. فکر کرد که داغن او را برای بخشیدن دعوت کرده است و از نیت او بیخبر بود. کسانی که بخشیده نمیتوانند قدر اصلی انسانی را نمیدانند. اسیر خشمشان میشوند. خشم مثل چرک است، کفیده ریختن میخواهد. بوی بدش را به هر طرف پهن کردن میخواهد. روحشان افلاس شده بود. فکر میکردند که چرکشان بوی خوب میکند. از خون چرک کدام دریا صاف مانده بود. یک جای بودن هنر نیست، یک جای زیستن هنر است. جان به جان بودن هنر است. برای این کمی وجدان، کمی جسارت و کمی عشق داشتن کافی است. برای آینده، برای خوشبختی. بیچاره عمر از روزی به محله برگشتنش وقتی خوش رو ندیده است. مادر جان چون؟ انشاءالله همش خوب می شود. پایان شبی سیاه سفید است. انشاءالله. در این زندگی یک روزی بی سرمه زیستن به 1000 سالی بی عمر در حبس بودن برابر است. فکرت و تو چی شد؟ نه همش خوب. خوراک واسه نکرد. من کمی هوای تازه گیرم. اکنون چی کار میکنی اپا؟ با گپی پدرم گوش کرده با اکای عمر وانه میخوری؟ اپا پدرم چقدر که خواهد من کردن گیرد. شما که در یک جا کار میکنید چه خیلی وانه میخورید؟ عمر مرا سخت رنجون سیده. بیگناه تا نزد.
ҳама зидди ӯ буданд. ман бошам кӯшиш мекардам ки дар бараш бошам. ӯ инро ҳатто написандид. яъне ту ҳам акнун бо ову хӯрдан намехоҳӣ, ҳамин тавр? акай Фикрат? ӯ дар назди хонаи мо чӣ кор мекунад? ба худо намедонам. ман рафта мефаҳмам. акай Фикрат, чӣ воқеа? аз тиреза нигоҳ кардам, хеле дар таҳлука ҳастед. тинҷӣ аст? сурмо доған умарро куштан мехоҳад. шумо чиҳо мегӯед акай Фикрат? бисёр кӯшиш кардам, лекин бефоида. гӯш кардан намехоҳад. танҳо ту ӯро нигоҳ дошта метавонӣ, чунки доған умарро барои ишқи ту куштан мехоҳад. ҳозир доған дар куҷост? дар хонаи бобоям умарро интизор аст. онҳо маслиҳат карда буданд ки дар хонаи бобоям во мехӯранд. ҳамин ки умар омад, ӯро мекушам. он духтар ба куҷо меравад? доған? доған? доған, магар мошинат вайрон шуд? дар ин ҷо во намехӯрдем, ҳамин тавр не? доған, чӣ шуд? من هیچ مهری مادر را ندیدم، میفهمی؟ تنها یک پدر داشتم. از بودنش یگان فایده نباشد هم پدر بود. من را از خوردیم ینگه هایم پرستاری میکردن، لیکن آنها جای پدر و مادر را گرفتن نمیتوانستن. تو اینها را نمیفهمی. متاسفانه از دستمون هیچ چیز نمیآید دوغان. و سرمون چیزی که نآید. خاموش! اما من در زندگی تنها یک چیز میخواهم. نه مهری مادر و نه مهری پدر، تنها عشق سرمه را میخواهم. تنها برای همین زندگی میکنم. و مرگ پدرم سبب باشه هم تو را میبخشم، لیکن نفری را که سرمه را از من گرفتن میخواهد هیچگاه نمیبخشم. دوغان، من به اینجا با نیتی نیک آمدم، میفهمی؟ نه برای جنجال. عمر، تو با من خلل میرسانی. در گلویم استخوانی. تا تو را از آنجا نگیرم میدانم که صاحب سرمه نمیشوم. برای همین این شب تو را برای خیر و خوش دعوت کردم. پرتو دوغان، رو برویت هستم. جسارت داشته باشی پران. زود نمی شود. تو از من مرگ آسان را انتظار نشو. موشی چار مغز دوست. آهسته آهسته لذت برده تو را می کشم. من گناه ندارم و از بیگناه مردن هم نمی ترسم دوغان، فهمیدی؟
چنان میترسی که دلت در یک دقیقه 180 مراتبه میتپد، مثل موشی که در کنج علاج گریختن ندارد، میمیری. دوغن است، دوغن التجا میکنم، التجا میکنم دوغن، سلاح را پایان. یک طرف است و سرما. اگر جسارت داشته باشد پراند، مرد بودنش را همین خیلی اثبات کردن خواهد. بگذار پراند. نه دوغن است، نه دوغن، کمک را زیر کنی همش برعکس میشود. با حبس میروی، حیاتت را میسرزانی دوغن. از این چه فایده میبینی؟ تو کی را نجات میدی سرما؟ مرا از حبس یا من را از مرگ؟ از طرف این سگ را گرفتنت نیتت معلوم شد. اکنون با من دیگر فرقی ندارد که عمرم را در حبسخانه میگذرانم یا در گریز. طرفداری تو باید میشد، تو را باید حمایت میکرد. مرا با اینجا دعوت کرده برویم سلاح داشته ایستاده ای. طرفی تو را باید گیرد. بگذار. من احتیاج به حمایت و طرفگیری سرما ندارم. پران چرا انتظاری؟ التماس دوغن، التماس میکنم، گوش کن دوغن ایستان. مگر تو مرا چند سال باز انتظار نبودی دوغن؟ انا بین، من در روی برایت هستم. ببین من در نزدت. یک فکر کن، اگر پرونی مرا از دست میدهی دوغن، با زیر کردنی کلنگ صاحبی من نمیشوی. التماس نه پرون.